بیمارستان ریورویو که زمانی با نام پناهگاه ریورویو شناخته میشد، در سال 1913 به عنوان تأسیساتی برای بیماران مبتلا به بیماری‌های روانی در شهر ونکوور کانادا افتتاح شد. اما با روی کار اومدن رویکردهای درمانی جدید در دهه‌های 50 و 60 میلادی، نیاز به چنین بیمارستان‌های بزرگ کاهش یافت و بیماران مجبور به ترک این بیمارستان شدند. در نهایت، بخش اعظم این بیمارستان در دهه 70 میلادی بسته شد. بعدها حقایق وحشتناکی در مورد این بیمارستان فاش شد. استفاده از صندلی شوک الکتریکی و ضرب و شتم بیماران توسط پرسنل بیمارستان. رفتن به این بیمارستان قدغن و بسیار خطرناکه، چرا که به دلیل فساد ساختمان و رشد قارچ‌ها خطر مرگ معلولیت‌های دائمی بسیار زیاده. ما امشب به این بیمارستان متروکه میریم، اما اتفاقی میفته که اصلاً پیش بینی نمی‌کردیم. وای داره پشت Let's do this. چطورید بچه ها؟ نیکوکس هستم. خوش اومدید به یک ویدیو ترسناک جدید، به یک ولای ترسناک با یک بک‌گراند ترسناک. نمیدونم البته اگه تو دوربین بیفته یا مشهود به نظرت میفته. آره. خوش اومدید بچه ها. ما اومدیم این دفعه بریم سراغ یکی از خوفناک ترین مکانهای کانادا، یک تیمارستان متروک به همراه پدر رپ اسلامی و پاوش. چطوری بچه‌ها؟ اینجایی که میخوام ببرمتون سرده. خب کایوتی برای اونایی که کوگر و کایوتی و انیمال. کایوتی چیه؟ کایوتی یه مدل گرگه که کوچکه. گرگ کوچکه. کایوتی بیاد خوبه. کوگر. آفرین. کوگر چیه؟ ببر. این همون پوما میمونه ولی قهوه‌ای سفیدتر. ببر کوهی. ببر کوهی دیگه. ببر کوهی میشه کوگر. از اونجایی هم که جای مهدی آیسی خالیه، مهدی آیسی رو تو بغل پارسالی پردام فتوشاپش کن. اینجا تو دل من، قلب من جا داره. مهدی آیسی دست تبری آجی. مهدی آیسی ان شاءالله که یه روزی دوباره به ما برگرده. خدای مهدی آیسی به ما برگردون. کوگر دنبالم کنه. منو نگاه تیپ زدم اومدم مجبور چه گرفته با این سگی دنبالش کنم تو بوده چه مثل کوگر. میخوام اینجوری بودم دورش رکون دنبالت کنه نمیتونی فرار کنی. رکون. How are you sir? یو آقا مرسی از مشول که داره این ویدیو رو برای ما تصویر برداری میکنه. حالا ما الان باید گاز بدیم بریم به سمت این تیمارستان متروکه، جایی که 24 ساعت هم گارد داره، سکیوریتی میاد هی اونجا رو نگاه میکنه و اگه بگیریم پارسالی میره زندان. ببین یه کاری میتونی کنی پلیس بگیره ویدیو ما رو اگه ننداخت زندان. آقا دفعه آخری که من از یه سری دختر پسر اینجا شنیدم رفته بودن، پلیس ریخته بوده اونجا گرفته بودن. فکر کنم مرشاد تو به من گفتی. آره یکی از دوستان مرشاد بود. ریختن اون تو، دستبند بهشون زدن بردنشون زندان. امیدوارم که امشب این بلا سر ما نیاد. سرده اینجا چراغ داره. نور نده. اینه؟ ببین اینجایی که میبینی اینجا بخش درستشه. اینجا یعنی یه بخش نوسازه. اینجایی که جادهش این شکلیه اینجا میره به سمت قسمت متروکش و یکی از دلایلی که بسته شده بعداً فهمیدن اینه که با شوک الکتریکی، صندلی شوک الکتریکی میدادن به درمان مریضا. و میگن خیلی از کسایی که توی خیابون ایست هیستینگ ونکوور، بدترین خیابون کل کاناداست، همه هوملسن، بی خانمانه و معتادایی که اونجا، خیلی هاشون قبلا اینجا بودن و ول شدن توی شهر رفتن حالا اونجا دارن زندگانی میکنن. حاجی اون نوره رو نگاه داره تیک تیک میکنه، قشنگ فضای ترسناکه. حالا تو این اوضاع جاده رو ببین، اول جاده رو نگاه کن، پارسالیپ همین جوری داره غر میزنه. چه مرگته؟ میخواد ما رو بدبخت کنه. اصلا تش معلوم نیست اینجا کجاست. کانادا ترکیه بودیم حالا میگفتیم مثلا یه سگ بنده خدایی اونجاست. کوگر، کایوتی، نمیدونم رکون.
رکون مار، عقرب. داداش من 12 سالم بود این شبیه بازی ترسناکاست قشنگ. حالا جلوتر که بیمارستانش بیاد قرآن حیوان دنبالم کنه ببین، من میشم با خطر خرس، ببر کوهی و گرگ. اینجا رو نگاه کن. خرس کایوتی وقتی حمله میکنه از پشت تخماتو میکنه. جدی میگم. گوه خوردم داریم هنوز؟ نه دیگه اومد اونجا بسته است. خب این تابلو گذاشته نرید. ما میریم. قشنگ دارم میگن جون غذا داره میاد. غذا خرسه داره دندوناشو مسواک میزنه. بعد تازه اینجا گفتن خطر مرگ با میکروبای این بیمارستان بیشتره. بغل او اینها زده اسمال چیلدرن اینجا رو نگاه کن. بذار من برم بیرون. من نمیشم. من پیاده. برید ببینید بچه‌ها. برید. زده خطر وارد نشید. زده که این مکان هزاردوسه. وارد شدن به اینجا با ریسک خودتونه که پر از متریالای خطرناک و مضر برای بدنه و ممکنه که دیزابیلیتی چی میشد؟ برای همیشه مثلا برای همیشه دیزابیلیتی برای همیشه معلولیت بگیرید. به خاطر میگن پر قارچ و این چیزاست توی این مکان. یا مرگ. زده وارد چی اینجا میمیری. و گفته اگه وارد چید حرکت غیرقانونی ترسپاسینگ، یعنی میتونن دستگیرتون کنن. بعد اینجا چند تا بخشه. این یکی از ساختموناست که خیلی هم مهم نیست. ببینی؟ همه اینا رو زدن وارد نشید. تمام این ساختمونا انقدر قدیمی و توش پر از مریضی و عفونته که حتی اونایی من توی ردیت خوندم زده بودن که اونایی که بعد کمربند تو ببینید، اونایی که میخوان وارد بشن حتما رسپیریتور یعنی ماسکای شیمیایی و اینا بذارن که مریضی نگیرن. از اینجا شروع میشه. اینجا رو ببینید و خواهی کنید. سمت راست شروع شد. یاد نه رو ببینید متروک هست همه. من یه کلتی دارم که تکنیک هایی که نه اینا رو بنداز مستقیم. یا حیوان نبود. این چی؟ کسی خوابیده اون تو؟ وایسا بده من وایسا دقیقه. آها اینجوری جدی چیه؟ نریم. یکی خوابه هوملس خوابه. چه اگه هوملس باشه میاد میگیره تو. آجی خوابن. آدم خوابیده؟ نه زده که آره اینجا دوباره زده اینجا وارد چی پره چیزای پلیسه؟ پلیس اومد؟ نه زده دنجر. نور بنداز با دنجر راکت کار داره. آقا چه میچرخونم گوشی کشه. نگاه آقا کن رید من ریدم به خدا. This area is hazardous. اینا بگو آقای hazardous. چی بود؟ بچه صدا شنیدین؟ یا آقای هزار من یه چیزی دیدم. دور بنده اونجا. آقا تو گلو تو چیز کردی؟ نرو آشغال قرآن یه چیزی شنیدم. آقا بیا عقب باریا. پشتشو نریم ببینیم چه خبره. نه اگه داری دنبال بیا آبش بیا. این چیه؟ واجی این چیه جدی اینجا؟ ببین میتونی یه کاری کنی ویدیو آخر اون باشه؟ ببینم اونو ببینم. وای چش دیدم واجی. چرت و پرت نکن. آسلیف اذیتمون نکن. چش سر این چیزا شوخی نکن واجی آجی. باور کن چش نور افتاد برق زده. برو بابا. برو بگیر راست. فکر کنم چیزی دیدم. ماشینم حواستون باید باشه. در بازه. چوب زدن درشو و تبر و تیغ و چوب.
حیوون احمق. صدا در نیار داداش. درخته حاجی، درختا نگاه کن. بریم اینجا یه پلیس بریم جای بعدی. اینجا رو اینا همه متروکه است، حاجی. آخه اینجا این در بازه. برو جلو. نگاه توش همه چی نه چراغاش روشنه ولی متروکه. اونجا رو نگاه شیشه شکسته. بریم ببینی. آره بیا. ببین آره اومد بپری تو، از این حواستون به اینجا باشه. آخه بی پلار بریم بالا. آلارم داره اینجا. آره اینجا اگه در واکنیه کلش آلارم داره، کسی بره در که تو. باز نمیشه. چقدر کریپی و ترسناکه حاجی. تیمارستان متروکه. نه ترس، من نه بابا این صدا ماشین اومد. آره نه چی اینا؟ اینجا هنوز کار میکنه. اینجا هنوز فکر کنم ادجی آدم اینجاست. ببینم انباری لکسی تو نگاه کن. خود بازی ترسناکه. پارسالی ببین. نه ترس، منم به هر وای بیلدینگ چقدر پاتو بذارین تو پلیس ریخته. حاجی اگه الان این بالا یوهو بدم راستی دختر باشه چی؟ نمیدونم. بابا اینا بازم خوبه دارم میام جلوتر. آره جلوتر وحشتناکتر. اینجا در باز. ببین آره اینجا یه در باید باز بریم هایت پوشیش. بچه‌ها این کارا رو اصلا نکن. این کارا خیلی کارهای خطرناکه. پشتو بگیر روشن کن چرا قوانینشون رو گذاشت. آدمه چیه؟ چراغش روشنه. بچه‌ها من صدای خیلی بدی دارم از توی ما فکر کنم میشنوم. صدای آره ماشینشه دیگه. صدای نمیدونم ماشینه. چیه. صدا وای کریپی. نه این چند مثل که یه نگهبان این بخش ها اینجا زندگی میکنن. گناه داره بریم. فاک چی بود پشه میپره ما. حاجی لا درختا چی؟ برو میپره تو پر. رفت رو درخت؟ نه بابا یه چی بود این؟ حاجی به قرآن ماری چیزی یا یه چیزی هست. اینجا قشنگ دارن آدم سلاخی میکنن. دودو ببین. What the fuck. What the fuck. دودش بیاد تو ببین. اینجا زباله های بیمارستان نباشه دارن آتیش میزنن. اومد تو ماشین ما. بالا نده. وای اینجا همش متروکه است. بابا آدم ها اون ور اخترش بچه ها آماده اید بریم وحشتناکترین پارتش شما هنوز ندیدیم. چه حسی داری شما؟ داداش آروم خیلی حس نترس بودن دارم که منم. پارسالی ترسو و اومده تیمارستان. خوشحالم که حداقل نرفتیم زخمی شیم بریم بیمارستان. ولی اگه بچه خوبی باشی جایزه میبرمت قزاقستان. بیاد یه کنسرت بذاریم با هم تو ارمنستان. اوه اینه فوق این چیزو بده من. چرا قوه رو بده. این اصلی هست. برو جلو همونجا. وای چقدر کریپی.
خودمونو بگیریم این چند دیگه رو ببینیم پشت هر چند ثانیه بابا من پشت موبایل چوسکی آره یکی پشت بپا. ببین من حتی دوربینم نمیگیره اینو دیگه انقدر تاریکه. اینجا رو میتونی بگیری؟ آره یه چیزی بود شیشه رو بده بالا. صدا چی بود آجی؟ یه صدا بده بالا بابا، بده بالا. از اونجا چی بود؟ صدای گوم. آره صدا ترقه بود. حاجی گوز بامب شدم. بامب یه چیزی فکر کنم افتاد، یه چیزی انگار بالا افتاد، ارتفاع زیاد بود. حاجی من فکر کنم یکی پشت این پنجره ها بود، یه سی انداخت و بریم. ببین اینجا متروکه است، اینجا اون یکی نیست. یعنی اگه هر صدایی بیاد میتونه همه چی هر چی باشه. 100 ردیف فنس که جاجی زندانه. ببین چند ردیف فنس کشیدن که فقط کسی نره. اینجا رو این فنسه میشه رفت تو؟ قفل داره. عجب سوسیسی همش گوشت. ترس نمیدونم چی بگیش. از اینجا از این تو مثل این که میشه رفت تو. بپریم؟ خواهی ببینیم یه دقیقه چی به چیه؟ بریم اون وقت؟ ببین من تو نمیام. بابا صداشو ندیدی؟ صدا شکستن اومد. دست نزن ماسکو اینجا رو بارسا بفرم. دمت گرم. بیرون چی جوری بیاییم؟ همینجوری میریم بیرون دیگه. واسه ببینم. آریا بی کمک داداش. یه آریا پارسا بابا الان پلیس بیاد. وای دهنه با صورت رفت واقعا وای اینو بگیر. بیام منم؟ ها؟ بده بالا منم برم. نه بابا یکی بره که همه پنجره هاشو با میخ و تب. آره اینجا بوده که نمیذارن. لتاس اینجا رو نگاه کن، روش نوشتن بذارید بریم تو. What the fuck؟ اینجا بوده بستن اینها. آره همشو بستن. اینو نگاه کن با سیمان بلوک گذاشتن آجی. اینو با سیمان بستن. همشو بستن. همش گوشت. فقط حواست باشه داری میری بیرون. بودو حواست باشه. این چرا داره تو رو تو این حالت بگیرن داری زندانی. همش گوشت. حالا چرا این داره فلاشه؟ نترس. من اینجام. بسته بودن یه راه توی یوتیوب. آره یه راه توی یوتیوب من پیدا کردم و اینجا میرن تو. بعد اونجا روی اون درش نوشته بودن let us in، بذارید بریم تو. بسته بودن راهشو، تنها راهش بود که بتونیم بریم تو. برو درشو ببین. آره اولش. اینجا رو نگاه کن. بیا اینجا. وای ببین چقدر خوفناکه. اوه قارچ زده دیوار. نه سیاه شده. اینجا از سال 1960 اگه اشتباه نکنم متروکه است. من 1992 به دنیا اومدم اینجا از 60. چشاتو ببین. اینوری کن بیا اونور رو میخوام نشون. نه اینوری کن. اومد ماشین اومد نگهبانه. ماشین اومد بچه‌ها 1 2 3 گفتن بود. نه وای داره پشتمون هست. پشتمون داره. حواست باشه بنبست نباشه. وای بنبسته. چرا پشتمون داره؟ نکنه همون یاروه. نه ممکنه بچه چیز باشه. همون یارو شاید هم خف کنه. وای داره میاد شاید خف کنه. ندش خف کن چیه؟ ما خودمون خف کنیم. ماشینش قدیمیه. ندش همون یک نگهبانه سمونن. این داره پلیس. بزن اوکی.
بچه‌ها برو راست. دهن همتون رو گیرم. اون ماشین برو چپ برو چپ برو چپ. برو تو خیابون اصلی. وای داره میاد داشت بنو برو. کیه این بی پدر بنو حاجی وایسم؟ نه بایستا. وایسیم. چاقو دست کیه؟ چاقو دست منه. نه آروم برو. دهنت سرویس. حالا برو راست. وای با من برو راست. چه تعقیب و گریزی این اصلا ماشین آقا باعثی بشیم داریم ویدیو یوتیوب میگیریم. برو. نه ممکنه خفگیر باشم بچه‌ها. خفگیر. شاید خفگیره حاجی از کجا میدونی؟ بزن چی؟ دیگه ما ترسیدیم اصلا. برو مستقیم برو. اگه پلیس باشه که بعد چراغاشو بزنه. آره پلیس نیست. خب نه میگیم چون پلیس نبود در رفتی. آره ولی خب پیاده همشون 4 تا پسر ما دیگه. اصلا برو این راست. ماشین لاستیکاش صدای لاستیکاش اومد رو خیابون من بعد گذر. وای یه تا کجا میخوای بیای دنبالمون؟ تا برو کوکتا؟ مستقیم. آقا نه برو تو شهر میزنیم بغل برو تو شهر. میخواد بگه. آره. ماشین دنبالمونه پسر. خب بذار بیاد. برو دانتا ما هم پارتی کنیم. آره برو راست. او پلیسه. نه پلیسه وایسا آروم برو. از کجا میدونی پلیسه؟ نورشو دیدیم خب نداره نور که زد؟ حساب نور نداره. کمرنگ داره حساب نزد. چراغ زد. نور کمرنگ بزن بغل بزنم؟ آقا دیگه اینجا پایان ویدیو این پایان ویدیو رو دیگه. لایک و ساب یادتون نره بذار ببینیم کیه این. آره وایسا ببینیم کیه. پیاده نشیا. پیاده نشو. درم قفل کن. شبیه پلیس نیست اوهاجی خفگیرن؟ خفگیرن واینا ساریا آره واینا خفگیرن؟ 4 تا مرد بودن آره یارو اصلا کلاش چیز بود آره آقا هودی زن داشت. اصلا پلیس هستن. بردم ایسکا پلیس فاک. زن میزن پلیس. آقا یه ایسکا پلیس بزن بریم. بچه‌ها دور بزن اینو یوتر بزن نه. کوکیلام آره یوتر همین رو یوتر بزن نه نمیشه اینجا قرمزه. وایسا همینجا وایسا. در قفله. بذار بیاد بغلم. در قفل کن. چرا پشتمون؟ پشتمون. آره. پلاکشو بگیرم. کیان اینا؟ سانروفو باز کن پلاکشونو بگیرم. ساندرو. پلاکشونو بگیرم. عکس بگیر. چرا اینو پشت؟ مستقیم برو برو. آره. اصلا برو بریم دانتان. آقا برو بریم یه ایسکا پلیس. بزن ازش فیلم. خوب شد پیاده نشدیم آجی وای، 4 تا خیلی گلاخن نزدیک بود. وای میخواستن خفتمون کنن آجی. نگاه کن آقا به خدا اینا فیلم نیست واقعا نیست به جون عزیزترین کسم واقعی این موضوع الان و نمیدونم چرا بیخیالم نمیشن آجی آجی. یه نور پلیس کمرنگ گذاشت من بخوام همون گفتم بزن بغل آره من همون قرمز آبیه رو دیدم. اومد بغل این که بیا بغل. نه برو. اوکی برو. فقط دنبالمون داره میاد. بزن پلیس. زنگ پلیس دورا میان خفتش کنن نه پلیس الان زنگ نزن بچه‌ها چون اگه پلیس زنگ بزنیم میگه کجا بودیم. نگاه رفتن. گشا دیدی؟ پلاکشونو گرفتن. بچه‌ها حرومزاده. اوه ماشین بعدی رو بپا. آره که اکسه. آقا کاش میرفتی دنبالش رو دیدی؟ با گوشیش چیز خفگیر پلیس رو بودن. داشت من دیدمش. وای خوب شد وای دویدی. نستادیم آقا، وای اصلا وای اوه خوب شد. ماشینا دور گذاشته بودی تمام دستمو ببوسید. آقا از اگه ماشین دیگه برگردن پیاده چی؟ نمیشیم از ماشین دیگه پیاده آقا نمیشیم ولمون کن. فقط میخوام سردر اینجا رو بتون آره، نشون آره. بدم. باید مینداختی پشت ماشینه حالا ما دنبالشون میکردیم میرفتن سمت سوری موری و با چند تا بودن ماشین همش این کلا هندیا نه داشتن. بابا راننده ماش فرفری بود الان ما اینا رو میتونیم سوشون کنیم ها. آره پلاکشون هم داریم. پلیس میگه شما چه گوی میخوردین نه ما پلیس خودمون نمیتونستیم. کجا بودیم چه در چه بود خیلی داریم دوباره اومدیم اینجا. یه جا پیچی داری هشدار برای کبریستان مناطق محروم
کرد من ریدم خیلی تو خوب خودم. رانندگی کرده تو خیلی خوب رانندگی کرد. وای دیدی اونجا رو آره یارو پشت فرمونی خندید، من از اونجا خندید. فهمیدم پلیسی هودی هم خندید. داشت. آره هودی کلا اینجوری داشت خندید. حاجی خیلی خندید کریپی بود. قطعا گفتن اینا عجب اسکلایی که وایستادن. من می‌خواستم اینجا رو بهتون نشون بدم. سرده رو ببین. پیاده شیم یه نه من دیگه پیاده. آقا تو یه دقیقه همینجا وایسا، من پیاده میشم. اون هاوس اینجا هنوز تیکافمون هست. وای جای ماشین. اینجا هنوز تیکافمون هست. What the fuck. خیلی صدا ماشین هم داره. بیا در بگیر، بیا در بالا رو قار چشه بهش رو گذاشته ساختمون. بچه اگه برگردن چی؟ دستشون فهم می‌کنه. اینجا رو دیدی؟ اینجا رو. ای بابا بس معلوم نیست. اینجایی که ما در رفتیم گازشو گرفتیم. آقا برای اینکه خیلی بچهای خوبی بودید همه مهمون من مکدونالد. دمت گرم. خیلی مردی. خیلی مردی. گرفتی؟ آره گرفتم. شاجی لاستیکا رو باشونم گرفتم، مادرت برو آره. بیرون تا دوباره نرفته یکی تو کونه ما اینجا. بعد اون اولش بچه‌ها. که افتادن پشتمون آریا گفت ماشین قدیمیه، ماشین قدیمی که پلیس میشه، اوبر هم نیست. اون نگهبان است که اون دفعه گیر داد بهمون. اون نگهبان ببین، داشت نگه- لباس شب رنگ تور تنش آره. بود. اینا 4 نفر با 4 تا هودی لباس مشکی هندی هم بودن. هندی موهاشون بودن. هم داده بودن دیدمشون قیافه‌هاشون من. معلوم نشه. من دیدم. بعد آقا اون آخرش گرفتی با گوشیش چیز پلیس رو نشون داد. آره با نور گوشیش. با نور، پلیس و آره. گوشیش. ای پدر پس خف کنن که اپو داشته. وای تو کانادا چه شانسی آوردی بچه. می‌شدیم- ساعت ما چی گردم من شد ویدیو آخرمون بود. اصلا ویدیو در ساعت نمیاد. و دوربین و خدا رو شکر که اونجا گفتین ماشین دور پارک کنیم. یه جا دور پارک وای کنیم. آریا وای واقعا پارسالی این دفعه پارسالی به خوششانس. عاشقانه پارسالی. یه جا پیچید آریا نپیچید، دیر پیچید. من ولی ریدم. همون باعث شد خروجی بره حاجی، وگرنه اگه زودتر می‌پیچید میاد اونجایی که یوهاوش گفت آریا من کشیدم اینجوری آره. داشتم آره من فکر کردم دیدی اصلا. پیچو ندیدی. من ندیدم. نمیگفتم تو ساختمون قارچیه بودیم. حاجی اینم ساختمون اصلیه. بذار ببینیم یه بار. آقا میشه با با ماشین. مادرت بسته. خدا دیگه به قرآن این دفعه خفشه. جدی میگم. همینجا بودیم؟ آقا اگه کامنت ها به 100,000 تا برسه میریم تو جنگل یه شب. آره من میریم پایم تو جنگل. داداش کامنت میریم تو جنگل. بیمارستانش خفته میگن. 50,000 تا 50,000 تا کام. جنگل. 100,000 من 50,000 تا هم بهش میبرم. نداشت من نمیام سر. به خدا میریم اینجا پر خرسه. اینجا توش فیلم بازی میکنن. بچه‌ها این قسمتش بالا میتونی بگیری. فیلم بازی میکنن توش ولی بازم متروکه است. صدا ماشین من فیلیک صدا ماشین دارم. آره منم. من بازم میگم به جون عزیزترین کسم این فیلم نبود. این واقعا اتفاق افتاد و میخواستن خفتمون کنن. ببین اونجا که یعنی آمریکا بود تیراندازی شده بود مرده بودیم ما. آره ماشینمون رو میبردن وسایلمون هم میبردن. حاجی اگه یه نفر بیشتر با همون بود الان رسیده بودن بهم. چون که 4 نفر گوله کردیم تو ماشین. رسید پشتمون رسیدم در یارو. ماشین در قفل بود. واه! من بود ولی من میخواستم در رو وا کنم خودش باز. حالا فکر کن یکی میخورد زمین. آره. میخورد زمین. وای نمیستادیم ما. شد به حرف پارسا گوش دادیم ما. ویدیوهایی که ضبط کرده مهشول رو دیدیم اصلا انگار نترسیدیم. چرا مثلا خیلی نه باورمون نمیشد که این میتونه یارو خفگیر باشه. اولین بارم بود یه همچین اتفاقی واسم افتاد. بابا 4 تا هندی بودن، 5 تا هندی فکر کنم بودن. خیلی ترس. با لباس مشکی و ماشین مشکی. من حتی هودی آدیداس 3 خطشون هم دیدم قشنگ مشکی داشت. پوشیده بودن. همشون مشکی. ببین پسر. راننده کلا گذاشته. راننده کلاه گذاشته بود خنده فریکی زده بود. ببین یه من لحظه ترس خندم. بعد خندم خندم اومد. گرفت. من نمیدونم اصلا. من فکر کردم مثلا نگهبان است انقدر پیگیر خندم گرفته قصه گم شد. آخه اگه نگهبان بود داداش آروم خیلی ریلکس اند عقب میگه. آره نه اینکه اینجوری گاز ببین بده. تیکاف کرد آدم نکشتیم که. همون.
بعد ما که بعدش دوباره برگشتیم رفتیم آقا لایک کنید کامنت بذارید ناموسن برای این اتفاق فرمونو بگیر 100,000 تا شد شب 12 شب کف جنگل بچه‌ها نور بریم. و مکدونالد بسته است نه بازه تو براتون نیست ولی میتونی از بیرون پلیس آخه یه ذره پلیس رو بگی پلیسه آقا پلیس ازشون بپرسیم بچه‌ها میتونیم باشون صحبت کنیم ولی میتونیم بپرسیم داشتن پیاده شیم پلیس قفتمون میکنه خب دوباره بگو واسه میگه با پای پیاده پیش شما هم ماشینی که دوستای ما دنبالتون بودن شما که دست رفیقای ما فرار کردید ماشین نو اینه. جدید 1000 تا علامت بچه مرشاد رفت به پلیس بگه این داستانو اوی باورم نمیشن Hi there. Excuse me. Is it okay if I can talk to you for a second? Yeah, less than 30 seconds. Oh, listen. Okay, never mind. There was a situation going on. There was a car following us, and we were just shocked. And I don't know what happened. Like, what we can do about it? Is it? We got a license plate. I got everything on the video. Sorry. They were following us. Like, I have it all on video. I just don't know how to report it. ما به تنها چیزی که تو این ویدیو فکر نکردیم خفگیر بود تو اینجا خفگیر. به همه چی فکر کردیم. من به جن کوگر جن نمیدونم آرچ دیوونه آخه تو کانادا مگه خفگیری داریم آره ببین باور کن فکر کنم 10 ساله لاستیکش تو گوش من اون صحنه که اینجوری دم مرشول گرم فیلم گرفت اینا رو من بودم اونجا مینداختم و دوربینو آفرین بزنقد او باری کلا واقعا خسته نباشید ولی خب اگه دعوا میشد من همشونو میذارم دیدی بعد این داستان قهمه میکشید بیرون برای ما دارای قوس سفیدی هستیم که الان من چه رانندگی خیلی کردم خوب بود. ناموسن دم خودم میگم اصلا ذاکر راننده راننده سامورایی اصلا باورت میشه هر کی بود وای میستاد ببینه چی میگن آقا خونمون الان خواب بودیم زنگ زدیم ویدیو وسط تیمارستان میرم یک هفته تو خونه میخوابم و اتاقم بیرون نمیام من میرم عکس پلیس میشستم اتاق بچه‌ها. دارم لباس پلیس میخرم بچه‌ها کامنت ها رو منفجر کنید حالا من یه گوی خوردم جدی این دو نفر رو من برمیدارم میبرم جنگل ای بابا جنگلای کانادا اول ویدیو گفتم با تجهیزات دیگه با تجهیزات با دیگه یه بهتون پلیس یه گفتم. پلیس هم هایر کن سکیوریتی اونجا دیگه واقعا خفگیر نیست ولی خرس هست نمیدونم گرگ هست اون یارو شیر کوهی هست همه چی هست خلاصه دمتون گرم مرسی از اینکه تماشا کردید یادتون نره حتما پدر رپ اسلامی و هاوش کریمی رو توی دیسکریپشن هستن حتما سابسکرایب بکنید بهمون کلی انرژی بدید توی ویدیوها توی کامنت تا ها خفگیری بعدی خفگیری بعدی بدای خفگیری دوستتون داریم خیلی زیاد مرسی از مرشول که برای ما فیلم برداری کرد و دمت گرم که همه رو گرفتی آره، گود ایوه. جاب واقعا دوستتون دارم خیلی زیاد و تا ویدیوهای بعدی میبینمتون مراقب خودتون باشید پیس